به نام خدا، عرض ادب و احترام خدمت شما دوستان و عزیزان. رفقا، امروز براتون قسمت دوم مناظره با آقای کلهر رو آماده کردم. قسمت اولش رو قبلا خدمتون تقدیم کردم. کسانی که ندیدن میتونن در کانال برن همین الان ببینن. لینکش رو گذاشتیم در دیسکریپشن همین ویدیو و به نظرم بهتر هم همین هست که ابتدا قسمت اول رو ببینید تا در روند کامل ماجرا قرار بگیرید و بعد بیاید بشینید قسمت دوم رو مشاهده کنید. اما خیلی کوتاه برای کسانی که حالا نمیخوان به هر دلیلی قسمت اول رو ببینن، خلاصه از اون چیزی که در قسمت اول گذشت رو عرض میکنم و بعد میریم قسمت دوم و پایانی مناظره رو میبینیم. در قسمت اول کلیپی رو خدمتتون ارائه کردم که مربوط بود به نمیدونم شاید 7 9 سال قبل. تایم دقیقی واقعا ندارم برای این ویدیو، ولی خیلی سالهای پیش هست، نزدیک به 7 8 9 سال قبل هست. تماسی بود که من در شبکه کلمه با آقای کلهر داشتم. اونجا باشون صحبت کردم، دعوت کردم به مناظره. گفتم به جای اینکه بشینید تو برنامهتون یک طرفه شیعه رو نقد کنید، بیاید با هم گفتگو کنیم. بالاخره آقای کلهر ایشون گفت بله، استقبال میکنم، اگر آقای هاشمی و رؤسای شبکه بهم اجازه بدن این کار رو میکنم. و قرار شد بره اجازهش رو بگیره از آقای هاشمی و بزرگتراشون و برگرده. اما متاسفانه خب این رفتنیشون هیچ برگشتی نداشت و در برنامه بعد که من تماس گرفتم که ببینم چه شد نتیجه تلفنچی اینها، خیلی راحت گفت نه تو دروغ میگی، اصلا کلهر همچین حرفی نزده. که من صحبت‌های تلفنچی رو هم ضبط کردم و در کلیپ اول هست، میتونید مشاهده بکنید. و خب گذشت، سالها گذشت، 7 8 9 سال بعد، نمیدونم سالها بعد، ایشون رو الان میشه چند ماه قبل در لایو اینستاگرام خودش من پیدا کردم. دیدم نشسته برای خودش داره صحبت میکنه در لایو اینستاگرام که یک نفر کلا تو اون لایو هست که خودش هست. من رفتم اونجا سراغش، گفتم آقای کلهر، اون زمان من اصل رو برای این میذارم که آقای هاشمی به شما اجازه نداد که بیای با من مناظره کنی. این رو به فرار شما رو به حساب خودت نمیذارم. الان دیگه اینجا فضای مجازی است، لایو شماست، میتونید بیاید با بنده همینجا یک مناظره داشته باشیم. ایشون هم گفت بله بله، باز هم عین همون سری قبل، این سالها قبل گفت بله استقبال میکنم، ولی شما در دایرکت با من هماهنگ کن، من 2 هفته دیگه با شما مناظره خواهم کرد. که خب بعد از اون زمانی که ما رفتیم برای هماهنگی دیدیم شما اصلا دایرکت رو بسته و هیچ راه ارتباط دیگه هم نبود که اسکرین شات هاش رو در اون قسمت اول من گذاشتم که میتونید ببینید. 2 هفته گذشت و این بار در لایوی که 2 هفته بعد از اون لایو اول داشت به سراغ ایشون رفتم و گفتم آقای کلهر، دایرکت رو که بسته بودی، ولی خب 2 هفته گذشت، امروز من آماده مناظره با شما هستم، بریم این گفتگویی که در لایو ایشون بود رو مشاهده کنید. در انتهای این کلیپ دیگه مزاحمتون نمیشم، چرا که زمانی که لایو باشون صحبت کردم همون زمانی توضیحاتی هم انتها دادم که فکر کنم مکفی باشه و نیازی به اینکه مصد اوقات شما بیش از این بشم نیست. بریم و این گفتگو و مناظره رو با هم ببینیم. آقا حمید بزرگوار، خیلی خوش اومدید. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. شب عالی بخیر باشه انشاءالله. الله نگهدارتون. خوبی خوش دکتر اومدید، جان؟ بفرمایید. خوبی عزیزم، چه خبر؟ فداتون بشم، الله نگهدارتون. در خدمتم، بفرمایید. فداتون بشم. که هم شرکالوده دکتر جان، به نظرم نگیم بهتره. عرضم به خدمتتون. کدومشون؟ نه، فداتون بشم شرکالود نیست. عرض کنم قربونتون برم شرکالوده. فداتون بشم یعنی اگر بلایی قرار سر شما بیاد من پیشمرگتون بشم. درسته این ولی شرکالود نیست. به نظرم تعارف ایرانی. بویش به نظرم یکم بوی شرک ازش میاد، اجتناب کنیم بهتره. حالا علی حالا دکتر نه عزیزم، آخه بوی شرک نداره این. قربون شما بوی شرک داره. فقط دکتر این جان کجا شرکه؟ فقط دکتر جان، بله. من شما رو میتونم دکتر خطاب کنم یا چون که واژش انگلیسیه مثلا طبیب خطاب کنم، پزشک خطاب کنم؟ اینو خیلی خوب شد فرمودین. لطفاً در مکالمه با من یا کردی بگید یا فارسی. ترکی آذری، یک کلمه ترکی هم بگید برام ترجمه کنید، اونم قبولم، یا بلوچی. ولی این فیکه و این پارت شماست و این تایم من و اینا، این بلا نسبت شما یک لوس بازی توهین آمیزیه که احسن. به ملیت ایران، به زبان ایران، به تمام اینا داره توهین میکنه. این فیکه و سبزی رو کات کنید و میکس کنید و بله، شما هر چی میخواید به من بگید.
دکتر البته کلمه‌ای که حدودی شاید 100 سال 200 سال جا افتاده مسئله نیستن، دکترم نگید اصلا. آره برادر بگید هر چی که آره میگید. آره به نظرم دکتر نگیم بهتره، بالاخره عادی سازی نکنیم. حالا برادر عزیز، عادی سازی ما نکردیم قربون، اینا دارن میکنن. میدونم میان رو خط مرتب میگن دوست دختر داری، دوست دختر داری، دوست دختر عادی. در زمانی که ما 18 ساله بودیم کسی اینجوری صحبت نمیکرد اصلا. بله هر قبول فسادی رو دارن عادی سازی میکنن. متاسف. دکتر عادی سازی نمیشه، چون من وقتی دنیا اومدم عرض کنم 100 سال قبل از من داشتن میگفتن دکتر، اونا عادی سازی کرده بودن. من اگه دست من بود در ایران به جای لفظ دکتر استاد رو میذاشتم یا کلمه دیگری که فرهنگستان بگه. خیر انشالله خیر انشالله. حالا بریم سراغ اصل مطلب، خیلی وقت شریف شما رو نگیرم. عرضم به خدمتت جناب کلهر گرامی، اگه خاطرتون باشه یکی دو هفته قبل صحبتی با هم کردیم، یک قراری گذاشتیم برای اینکه انشاءالله بتونیم مناظری با هم داشته باشیم. جناب والی فرمودید که به من در دایرکت پیام بده، من گفتم دایرکت بهتون پیام دادم، مجددا هم شما متاسفانه چک نکردید. یه اسم دیگری اومده بودید اون دو هفته. خیر برادر، حمید حیدری هستم دیگه، یه عالمی منو مملکتی منو میشناسن دیگه. عرضم حالا یه لحظه من جمله‌مو تموم کنم جناب کلهر. آره عرضم به خدمت شما، خدمت رسیدم در خصوصی که حالا بهش میگن دایرکت، مجدد پیام بذارم براتون. دیدم کلا دایرکت رو بستید، یعنی امکانی که من پیام جدید بدم نیست. اسکرین شاتش هم گرفتم. من نبستم، نمیدونم یه نفر بسته براتون دکتر، یه نفر بسته، یه نفر شیطنت کرده بسته که شما نتونید با من مناظره کنید، گمونم گوشش رو باید بپیچونیم. حالا علی ای حاله، یعنی مستقیم ببخشید، مستقیم کجا رو؟ همینجا دیگه، همین اینستاگرام که اینستاگرام من فارسی نیست، نمیدونم، در همین نرم افزار اون دیگه الان بین الملل میگن اینستاگرام، اسم دیگری بذاری مردم نیویورک بهش میگن، ما بهش یه چیز دیگه بگیم. نگفتم اونو، ولی میگم آخوند ما نره اونجا بگه که نمیدونم کیو ساپورت کرده. نه من یکم حساسیتم بیشتر از شما حقیقتا، چون من اصالتا فارس هم هستم، برعکس شما که کرد هستین. من فارس هستم، یه خورده غیرتم روی زبان فارسی بیشتر از شما، فلزا میگم اینستاگرام. حالا ولش کن اینا مهم نیست دکتر جان عزیزم. عرضم به خدمتت که یه قرار مناظره داشتیم. الان من 8 9 سال منتظرم. تو شبکه کلمه که شما بودید، دوستان شبکه کلمه نذاشتن این مناظره شکل بگیره. اینجام که خدمت رسیدیم گفتی دایرکت بیا پیام بده، پیام دادم دایرکت اصلا بستی. شما ما چیکار کنیم دکتر؟ ما شما رو کجا پیدا کنیم یه مناظره انجام بدیم؟ توحید راجب این که ابوبکر و عمر ایمان داشتن نداشتن رضی الله عنهما، نه راجب این چیزا بحث نمی‌کنم، ولی راجب توحید، راجب این که آیا امامت در قرآن یا نه، از این قبیل مردم مبتلا بهش هستن، با کمال میل در خدمت بکنیم دیگه. منم همون توحید رو ببینیم، بحث امامت و نمیدونم ابوبکر و عمر و امیرالمومنین و اذان شیعه و اینا رو که شما مطرح میکنید برادر، ما که اصلا کاری نداریم. آقا در امامت چه میدونم در اذان نه شما قبل از اینکه من بیام گفتید در اجازه نه شما قبل از اینکه من بیام داشتید مثلا در مورد اذانی که شیعه که اشتباهه صحبت میکردید و در مورد اینکه نهج البلاغه گفته ابوبکر و عمر ایمان دارن صحبت میکردید. آیا قرار نیست صحبت کنید؟ نه ببین اونجا شما متأسفانه اطلاعاتون خیلی کم، اگه دوست داشتید صحبت میکنیم، ولی مثلا اینکه در نهج البلاغه ایمان ابوبکر و عمر اومد، این شوخی‌ها که شما میکنید وقتی میخواید مناظره کنید هم خود نمیتونید دیگه. من فقط تو برنامه مونولوگ، حالا مونولوگ میشه چی؟ میشه مثلا یک طرفه صحبت کردن، یک طرفه میشینم از ایمان ابوبکر و عمر صحبت میکنم، ولی شما که میاد دیالوگش کنیم دو طرفش کنیم، نه اون کار بدی است، اونو مناظره نمیکنم. اگر بده شما نباید این کارو بکنید دیگه. اومدید راجع به ایمانی ابوبکر و عمر صحبت کنید. نه خب من چیکار دارم ابوبکر و عمر؟ اصلا واقعا مسئله من نیستن، اصلا مسئله من نیستن این دوتا. میشه عرض کنم به حضورم براتون ما بیام راجبی. بله حالا بحث اینجاست آقای دکتر. بحث فرمودید در مورد توحید مناظره میفرمایید. بسم الله. به نظرم همین الان تا ما شما رو دوباره گم نکردیم، استارت هم که نمیشه بگیم، شروعش کنیم. همین الان شروع کنیم مناظره رو در موضوع توحید. آماده هستید شما؟ همین الان ما باید برنامه بذاریم به دقیقاً بگوییم در چه موردی، تو مثلا در مورد توحید ربوبیت، توحید الوهیت، اینا رو با هم دیگه شما سری قبل فرمودید که دفعه قبل فرمودید که در مورد توحید عبادت
الان هم میخوای توحید عبادت باشه، الوهیت باشه، ربوبیت نه در باشه، این لحظه اسماء و صفات باشه، نه در هر این چی لحظه باشه من خدمتت هستم برادر باید عزیز. وقت بذاریم که اصلا یک جلسه شو. بله آقای سعید کریمی علامه علی هم میفرمود یا الله مدد راجع به این انشالله صحبت میکنیم. چشم الان صحبت کنیم دیگه برادر من که باز شما از اینجا برید دایرکتو که بستی، نه الان جای دیگه هم که پیدات باید نمیکنم. شرایطش رو تعیین کنیم. ما شرایطش شما این که یه هر ساعت جور صحبت شما می‌کنیم، بگید یه ربع برادر، شما شرایط بر اساسی که شما دوست دارید، هر نوع شما دوست داشتید همون جور صحبت میکنیم. بسم الله شروع کنیم. بله. شرایط طبق میل حضرت عالی خوبه؟ ولی الان نه. چرا برادر الان من؟ نمی‌تونیم. عرض کنم به حضورم براتون. شما 2 هفته فردا قبل نه نمی‌شه. اجازه بدین 2 هفته قبل گفتین 2 هفته دیگه، خب الان 2 هفته گذشته. شما چجوری 2 هفته قبل به من گفتین 2 هفته بعد؟ ایشون متاسفانه خودن لایو رو بستن متاسفانه ظاهرا. خب ایشون بنده رو از لایو پایین انداختن دوستان، ایشون بنده رو از لایو پایین انداختن. 2 هفته قبل اومدیم با ایشون صحبت کردیم، گفت در مورد توحید عبادت 2 هفته دیگه بیاد صحبت کنیم، مناظره کنیم. خب الان 2 هفته شده، تو این 2 هفته باید هماهنگی می‌کردیم. خب هماهنگی رو شما دایرکتت رو بسته بودی، امکانش نبود، فرار کردی رسما. الانم که اومدم میگم بابا شرایط هر چی که تو میگی، موضوع هم هر چی که دلت میخواد، هر چی که دوست داری، هر موضوعی دوست داری رو انتخاب کن، من مشکلی ندارم. باز هم ایشون فرار میکنه، میگه نه یه زمان دیگه بریم هماهنگی کنیم. خب هماهنگی عزیز من این مقدمه شما مشکل داره، صغرای مورد نظر شما مشکل داره، امکان هماهنگی با شما من ندارم جز همینجا. اینجام که فرار میکنید، دایرکت تو بستی، اینجام فرار میکنی. خب عزیز من مناظره بکن، نیستی بگو نیستم. بعد نشسته تو لایوش 2 ساعت در مورد اینکه آقا شیعیان تو اذانشون میگن اشهد ان علی ولی الله، این اشتباهه صحبت میکنه. 2 ساعت نشسته که آره تو نهج البلاغه اومده که حضرت علی، این دروغا رو ببینید شما رو قرآن. گفت به به و چه ابوبکر و عمر چقدر انسان‌های مؤمنی بودن، چقدر گل و بلبل بودن. خب آدم دروغگو اگر واقعا حرفت حسابه، همین الان بیا در مورد همینا حداقل با من بحث کن. حرفی که الان زدی توحید در عبادت رو جرئت نکردی مناظره کنی، فرار کردی. گفتی توحید در ربوبیت الوهیت، گفتم همونا رو هم باشه الان مناظره میکنیم. بابا اونا رو مناظره نمیکنی، در مورد همین دروغای که الان گفتی مناظره کن. تو مناظره کن، بمیر و مناظره کن. زشته که اینجوری شما فرار میکنید. شما بعد دکتر مثلا وهابی هستید، پرو هم میگه به من دکتر نگو بگو استاد. عزیز من یکم خجالت بکش از خودت آیه کلهر گرامی. من نمیخواستم وارد این مسائل بشم، ولی متاسفانه مثل این که اون اعمال شنیعی که شما انجام دادید که کلیپاش توی یوتیوب هست، اعمال قوم لوطی که انجام دادید که کلیپاش اومد بیرون توی یوتیوب هست، بر همه ارکان اخلاقی شما تاثیر گذاشته. اصلا اساسا دیگه از حیز انتفاع شما ساقطی ظاهرا. شما اگه جرأت بس نداری لایو نذار، لایو 4 نفره تو میایم بالا میکنیم 40 نفر 50 نفر 60 نفر و باز هم فرار. این کار قشنگی نیست. خب ایشون هم فرار کردن دوستان، پرونده ایشون هم میبندیم، میذاریم کنار پرونده سایر وهابیایی که فرار کردن. چون که اون زمانی که چون تو شبکه کلمه بود تلفنچیشون نذاشت که با هم مناظره کنیم، گفتم شاید خود بدبختش مناظره میخواست بکنه، اونها نذاشتن و به این دلیل اومدیم اینجا باشیم بحثو بکنیم. و اون کلیپو من منتشر نکرده بودم، 6 7 سال نگهش داشتم، گفتم شاید این تقصیر فرار، شاید مقصرش این نیست. ولی الان که مشخص شد فرار مقصرش خود ایشون هست، خودش فرار کرده و اینجا باز فرار کرد، دیگه فکر میکنم اخلاقی باشه که اون کلیپ رو هم منتشر بکنیم. امیدوارم که حالا از این گفتگوی کوتاهی هم که صورت گرفت استفاده برده باشید. تسلیت میگم فرار آقای کلهر، دکتر استاد کلهر رو به جامعه وهابیت و همچنین قرآن بسنده ها، چون دوگانه سوزه. شبکه کلمه وهابیه، بیرون شبکه کلمه میشه قرآن بسنده. و یه مرد پیدا بشه، یک مرد بین شما مخالفین شیعه پیدا بشه، بیاد بشینه جلوی من با ما بحث کنه. آقا یه مرد، نیم کیلو باشید مرد باشید، آقا 250 گرم باشید، نه 150 گرم باشید، یه مرد، یه زن حتی بینتون پیدا بشه که عرضه داشته باشه بحث کنه، بیاد بشینه جلوی ما با ما بحث کنه. التماس دعا دارم دوستان. یا علی مدد. خدا نگهدارت.